سلام بچه ها، چطوری؟ من گیمر هستم و خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. بچه ها دارم با هدست ضبط میکنم بدون میکروفونه، ولی خب از خود گوشی صدا میاد. بچه ها خیلی خوش اومدیم به ویدیوی آلکاتراس بتل رویال. چند نفره؟ ولی خب من یه نفره میرم اگه کسی نباشه. با دسته هم پلی میرم، سالم پلی میرم، چیتر نیستم. پروی آیوی هم 3098 تا 4200 تا پروی وی. بچه خیلی زود میخوایم بریم مستر. الان هدستمون هم بچه انقدر بازی کردیم میگه پلیز چارج. من هدست رو قطعش کنم چیزم قطع میشه. خب تمام. بچه داشتم میگفتم دیگه با هدست پلی نمیدیم. هدست خاموش کردیم گذاشتیم کنار. حالا اگه هدست داشتم اون موقع صدا نیومد دیگه بدونیم که من با هدست داشتم پلی میدادم دیگه صدا نیومد به خاطر این اون موقع. من شما باید بریم آلکاتراس. پس بریم سراغ ویدیو. لیتس است کاش هیچکی نیاد. یس دسته پلی میدم. خیلی هم بازیم خوبه، پرو پلیرم. بله تک نفرم که هستیم. خیلی هم عالی، خیلی هم خیلی عالی، خیلی خوبه. چون اگه تنها باشیم میتونیم یه 20-40 تا کیل بگیریم. الان میدونم چه تایمره ولی خب مرض داریم همین بزنیم. کمش کنم $3. ساعت چنده؟ ساعت 1:39 شبه. من داخل اتاق تنها صدا بدم. یه گان لجند هم به ما نمیدن. بچه اگه خواستین سی پی بزنین، چون من بچه شوخی میگم یه کرمی دارم مردم سی پی بگیرم. سی پی تا حالا نداشتم، دارم الان 7 تا سی پی دارم. خود اکتیویژن هم داخلم میسیزم خودش میده. همین گردونه هست و سی پی میده. من خیلی دوست دارم یکی بهم سی پی بده. نمیدونم چرا نمیدن سی پی. شما الان اگه خواستین اکانت هم بهتون میدم، اگه خواستین دوست داشتین یا یه گان لجند برام بگیرین یا یه سی پی بهم بدین یا شاید این اکانت برام بگیرین یا هر جور خودتون بخواین، یا اصلا بگین برو سی پی میزنیم بده به اونایی که نیازمنده، من میرم بهشون میدم. فقط اکانت هم میدم که بزنین که من برام اونا بزنم، برام نیازمندان بزنم. سی پی هایی که واریز میکنین. حالا اگر هم خود دوست نداشتین چیز نکنین، واریز نکنین سی پی ها رو. اگر هم دوست داشتین خب هر جو خودتون دوست دارین، چون من سی پی ها رو برمیدارم برای خودم. نه باشه شوخی کردم. یه مقداریشو دستمزده، یه مقداریش هم برای خیریه است که اونایی که نیازمندن پول ندارن سی پی بگیرن میدیم به اونا. نوب سگن. به نوب سگای تازه وارد میدیم. چیز میگم به تازه واردا سی پی میدیم. همشون با این بزنیمش یکی میشیم. نگاهی میزدش چیرم خطا رفت. این خیلی میلرزه دسته. تقصیر دسته است. چی شدی دیگه؟ رو به سگ دیواس من اینا بندازم روی این. تمام شد. این چطوریه؟ این خیلی بهتر. تستش کردیم. یا ریلود کنیم. تمام بریم. شاتگان بردارم. چی بازی؟
بچه من خودم شاتگان پلیرم. نکنین بچه من چیتر نیستم و میگین از دیوار میزنیش. یکم نتم خرابه اینطوریه. یعنی من اصلا چیترها رو دوستم ندارم. چیت کلا بدم میاد. کلا اونایی که چیت میزنن خوشم نمیاد. آرمو رو بزنم. جونم پرشه. شاتگان دارم یا یه دونم گان. چقدر زود 5 دقیقه رفت تا این ویدیو. دیگه برای درس دیر میگذره، برای گیم زود میگذره. واقعا اینطوریه ها. من الان 2 دقیقه اومدم بشینم درس خونم چند ماه پیش که مدارس بود. الان مدارس تموم شد. 3 ساعت همون 2 دقیقهش طول کشید. بعد الان اومدم 1 دقیقه گیم بزنم 1 دقیقه شد یه چیز. اومدم 1 ساعت گیم بزنم 1 ساعتش شد 1 دقیقه. عجیب نیست؟ نمیدونم چرا اینطوریه. آرمور بود. جعب شانس. تخمور شانسیه. آقای اکتیویژن بچه راستی اگه نمیدونین بدونین ما بچه قراره یه بازی بسازیم به اسم بلک سیگنال. دادیم دست چت جی پی تی برامون بسازه. تا یه 2-3 هفته دیگه بازی میاد. تا فردا هم براتون تریلر بازی رو میذارم. تریلر 5 دقیقه ایش. یعنی یک از کال آف دیوتی هم، یعنی بچه با کیفیت تره این گرافیکش بازی که میخوایم بسازیم. اوه بریم که الان میگیریم. برامون بد شد. آقا بچه کامنت ها منفی نذارین دیگه بچه. میگیم تو نوب سگی ما اینطوری پلی میدیم. آقا سبک بازی من هر کسی یه سلیقه‌ای داره. پس لطفا کامنت منفی نذارین. اونایی هم که میخوام فوش بدن اینا کانال من بجام بده. اونایی که فقط دوست دارن ویدیوی فان و اینا ببینن، دوست دارن ویدیوی بازی و اینا ببینن، اونا بیان داخل کانالم. میگه من کانالم بجز اینا دیگه چیزی نداره. بیام مثلا بذارم میگم تو نوب سگی ندارم، تو فلانی، تو اینت ایطوریه، تو اونجوری بازی میکنیم ما بهتر تو بازی میکنیم، تو اصلا بلد نیستیم این چیه اون چیه. اگر میخواین اینطوری رفتار کنین پس دیگه نگم بهتون گفتم میخواین. اگر هم که دوست دارین ویدیو ببینین و اینو بیاین داخل کانال من. و نت هم انقدر ضعیفه تیر نمیخوره بهش. شاتو حال کردین؟ نه واقعا دارم میگم بیشو. شاتو حال کردین شما؟ چقدر سریع. تموم. وان شات. یعنی وان شات هم که نه 2-3 شات. این دیگه وان شات بود. ببین به اکتیویژن ببین بنم کنی. اکتیویژن بنم کنی خودت میدونی. میرم پابجی اگه بنم کنن با این بازیم، چون بازیم خیلی خوبه. همین الان خودتون دیدین که یکی رو وان شات کردم به همین راحتی با بیو 15 داخل بتل رویال آلکاتراس. نه تورنمنتی نه چیزی. تورنمنت خود تموم شد. تموم. این وان شات بخواد میدونین چرا وان شات نمیشه؟ این نت من اوکی نیست. به خدا اگه نت من اوکی بود اینجوری نمیشد که بخوام ضعیف. نگاه نگاه نت من رو ببین. نگاه پدر سگ به اینجا بزنمت.
به قرآن اگه پینگم پایین 40 بود بعد جور میزدم. یعنی من نمیدونم چیم دهن این مخابراتی که اینترنت های موبینت رو دهن پاره میکنه. یعنی من نتم انقدر ضعیفه تا بیام اینو بزنم 3 سال طول میکشه، 8 سال طول میکشه دول مخابرات 8 سانت شه. خب مخابرات چی بهت بگم؟ مجبورم چیزی هم بهت بگم خطمون رو بند میکنی. وقت نشد یه آرمور بزنم. یعنی من چیم دهن این مخابرات دیگه. مخابرات دهنمونو به اصطلاح گاییدی دیگه. چی بهت بگم؟ دیگه با ادب ترین حرفیه که دارم بهت میزنم مخابرات. دیگه واقعا یکی هم ببینه بگه حق داری، یکی هم بگه حق دارید واقعا خودش هم حق داره. چون واقعا مخابرات انقدر اینترنت ها رو ضعیف کرده. یعنی همین اینترنت داده دست ما همون تو کون شده. مثلا الان که پینگم یه دقیقه رفت با یه وان شات شد. بیا الان هم مثلا درسته من نزدم. آقا من چیم دهنم این مخابرات تخم سگ. 20 کیلوش کی بود گوخاری کرد؟ به خدا اگه پیگم خوب بود یه طور وان شاتت میکردم. بچه الان من اینطوری نگاه نکنید بچه. یه بار 200 گیگ موبینت همو مودم همو شارژ کردم، نمیدونین پینگم رفت 20. همه رو وان شات میکردم. الان نمیدونم چرا الان هم یه 10 گیگ شارژش کردم ولی خب خوب نمیدونم چرا چیز نمیکنه. خوب اون سرعت خوب بهم نمیده. من اکتیویژن بعد از این بازی بنم کنه. این خیلی خوب ولی خب این بهتر. کاستوم ملیکا دیوتی مده بچه. اگه دوست داریم کاستوم ملیکا دیوتی حتما کامنت بذاریم بریم کاستومش داخل تلگرامش. لحظه به لحظه داره کاستوم میده. یه روزی بچه اگه بیدار شدی دیدین بروکنین به منم اطلاع بدین که بروکن شدی. این وان شات میکرده وایسا. تمام. ببینیم چند تا کیل بود بچه. من بیشترین کیلی که تا حالا بتل رویال آلکاتراس گرفتم 32 تا اینا بود. آره 32 تا بود. الانم که میبینین 23 تا. من هیچ وقت غیر 20 تا آلکاتراس چیز نمیگیرم، کیل نمیگیرم. بچه اینم بود از این ویدیو. مرد که تنجا ویدیو همراه بودیم و تا ویدیو بعدی فعلا بای بای بچه. برین بازیمون رو نصب کنین تا یه 2 هفته دیگه. خداحافظ.